دوستان عزیز سلام علیکم. امروز 18 نوامبر سال 2025 قرار داریم در ناحیه واسه. با شما سیب رو نشون میدم که حالا در بالای درخت است. باز ما پرسان شدم که کی میگیریم، از بالاش میچینیم. گفتن که این برف بارد بعد، یعنی که این سیب پینک لیدی میبریم، پینک لیدی روز گلوب یا پاکالینی بعد برآمدگیش، یعنی که بهترش رو نهالش رو میبرم. این پینک لیدی هم خیلی سیب است که این سیب زمستانه تاگی برف میستد، وقتی برف زدم گرفته فروخته میگیرد. برای این قریبی که خلادیلنگ در کور نیست است. در ناحیه های گرم من ما واسطه هستیم، در واسطه چخ شده است. من نشون تیم ببین اینجا، اینجا ببین نشون اینجا. این سیبی پینک لیدی خیلی سرخ شده دیدی؟ ببین ve yaklaşaman şimdi koza kazanmış olsa. Ana این سبی پینک لیدی روزی گلوبش با کمترک درست‌تر میشود. پینک لیدی روزی گلوب درست‌تر میشود. این کلوچه‌تر. بسم الله الرحمن الرحیم. دنگ میکنه. بینی حد بسیار میبندد. نشان شده. اینجا بید. چکل بستگی. من تلفن رو میگیرم. خودم نوار کرده گرزده. با شما نشان میدم نوار رو. انا هم دیاران عزیز این ناحیه واسه یک از ناحیه‌های گرمترین. با حالا بچه‌ها پروفسیونال نیستن. بچه‌ها سپروری لوبیتل هستن. یعنی هم درک حوالهشون شنوندم. اینا ببینید چقدر میبندد. سرو همه خم. ببینید. پینک لیدی روز گلو. این اگر که 9 دکبر از تنه سیب کنده برن، نمیدونم در بازار چند پول باشد. فکر میکنم که دهقان‌ها اگر از این سیب پرورش کنن، سیبی نهایت بزرگگذر است. سیبی بامزه است. اینی که شنوندگی است، در هر 1 متر یک تا شنوندگی هستند، 1.5 متر در یک تا شنوندگی هستند. سوپر اینتنسیوی. البته بچه‌ها حالی برای پرورش این سیب با یک کمتر دانش در کار هر یک آدم ده، چون که سیب ها پرورششون هر نمودش هر با پرورش رو طلب میکنند که ما یاد میتیم. ما وقتی که نهال رو آوردیم با یاد میتیم. این نبینید مهره برای نبینید حقیقت چقدر بسیار بستگی. این سیب نه راحت جان آده میگذاریم و قطارش. من اینش خمید هستم. شلم بیده خم بیده. این باید که در تنه این سیم تکه بسته میشود. این که در تک پیوندی M9 هست. سوپر اینتنسیوی بسیار که بس هم خیلی میغلطد. برای اگر که شما همین خیلی سیب های سوپر اینتنسیوی کنید که در هر 1 متر یک تشنونید، شما البته باید پایه زنید و انا دیدید انا که پایه زنید و سیم ها گذارونید و در تنه سیم رو تکه دید. این ببینید که من این نودش از این طرف سیم گذاشتگی سیم در موبایل میقپد. من ببینید هم این طرف من هم خیرین من اینشم نوده در این طرف سیم گذاشتگی سیم رو میقپد. این ببینید چقدر بسیار میبندد. همداران عزیز تکرار میکنم از این سیب من نهال میبرم. علاقه بسیار خریداری کردن، هزار تا خریداری کردن. خدا خواهد تا 15 دکبر آورده من دسترس کرده میتیم و شما میتوانید با خود عبور کنید. تکرار میکنم این سیب مخصوص از طرف سلکسیونرها برآورده شده است برای منطقه‌های نهایت گرم. انم خیلی سرخ میشود. در بوسه که این خیلی سرخ شد، در 5 هم هست. باقی اکی فرقت هم خیلی سوپ سرخ شدگی. این زمان اکی فرقت کیلوش رو 10 سومانی دو برابر. دیدید
این تگه بینید چقدر کلونی سبرو نشونتی هم با شما آنه یک کلمه اینه یک پنجه من پرشت دیدید همدوران عزیز باز تکرار میکنم دیر شده سود است درخواست کنید که بعدیم که من آوردم شما به نیحال نمانید پیش پرداخت کنید من نیحال ها رو شما را آورده با شما دسترس کنم انا دوستان عزیز این بود باغ سیبی کینکلیدی در ناحیه واسه در یکی از ناحیه هایی که گرمترین ناحیه می باشد همدوران عزیز و کسی معقول شدگی باشد باغ کردنی باشد مراجعت کنید ما امسال میبریم سیبی که خیلی یک نه دو میشنونید سه میشنونید مثال میگیریم سیبی که تک پیوندش تکه رو یعنی ستوم و سیم رو طلب نمی کند انم خیلی نشو امسال میبریم شما میشنونید به ستوم به تکه این بینید درمش خیلی بسیار است انم دوران عزیز و کسی معقول باشد اگر این نواری من لایک موند سیب هم حاضر در بازار پولی کلان است بینید که در تاجیکستان سیب همون چقدر بسیار است در بازار میرید در مغازه سیبی گوجه سیبی خیتای سیبی امریکا سیبی پولشا سیبی ارژانتین پر است انا این سیب به خلادینیک در قمسنگیر و 5 شهرتوز تا زمستان میستد در تمام جمهوری میستد نپرسید مرا التماس در اینجا میشد نمیشد در تمام جمهوری به غرض از مرغاب میشود تمام و سلام من کرده سیب کردنی باشد مرحمت مراجعت کنید باز یک هفته دیگه وقت هست من میبرم دیگر نمیروم و خارج کشور برای آوردن این نیحال در پناه خدا باشید